سلام، من احسانم و با یه قسمت دیگه از آموزش N8N در خدمتتون هستم. تو این قسمت من میخوام به شما یاد بدم چطور میتونید ظرف چند دقیقه یه بات تلگرامی طراحی بکنید که مثلا هر 1 ساعت قیمت بیت کوین رو از یه صرافی داخلی بگیره و برای شما ارسال کنه تو تلگرام. یه نوتیف هم براتون میاد. برای این کار ما از N8N استفاده میکنیم و حتی نیاز نیست یک خط کد بزنیم. اگر نمیدونید N8N رو چطور رو سرور شخصیتون میتونید نصب کنید، میتونید به قسمت‌های قبلی این سری آموزشی که لینکش رو در دسکریپشن هم میذارم مراجعه بکنید. همچنین تو قسمت‌های قبلی من به شما یاد دادم که چطور با استفاده از N8N میتونید یک چت بات شخصی با استفاده از جمینای طراحی کنید. بریم که این قسمت آموزشی رو با هم دیگه داشته باشیم. خب بریم سراغ نحوه ساخت این گردش کار. اولین نکته رو بگم، چون ما میخوایم نوتیف تو تلگرام بفرستیم، طبیعتاً چون تلگرام در ایران فیلتر هست، شما باید یک سرور خارجی تهیه بکنید و N8N رو روش نصب بکنید. تو سرور ایرانی نصب بکنید این مسئله کار نمیکنه. خب ما دکمه Create Workflow رو میزنیم. خب من میخوام اتفاقی که بیفته اینه که هر مثلا n دقیقه این بیاد قیمت بیت کوین رو برای من چک بکنه و اگر از فلان مقدار پایین تر یا بالاتر رفت یه نوتیف تو تلگرام برای من بفرسته که قیمت بیت کوین مثلا الان انقدره. پس چون من میخوام هر چیزی مثلا 1 ساعت یه بار اتفاق بیفته، اینجا باید بیام دکمه آن اسکیجول رو بزنم. ما با مثلا آن چت مسیج کار کردیم، آن وب هوک کال هم کار کردیم، الان میخوایم با آن اسکیجول کار بکنیم. اینو من کلیک میکنم، اینجا از من دوره های زمانی رو میپرسه، مثلا میگه هر انسانیه، دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه، یا اصلا میتونیم یک کاستم کرون جاب طراحی کنیم. من میگم که مثلا هر 1 ساعت. حالا فعلا برای شروع هر 1 ساعت میذاریم و اینجا میتونی بگی که تو چه دقیقه ای شروع بشه دیگه، مثلا هر 1 ساعت رأس ساعت 1، 2، 3، 4 یا مثلا نه 1:30، 2:30، 3:30. تایم زونتون هم البته باید تعیین کنید. کافیه وارد این قسمت بشید و از قسمت ستینگ این ورکفلو باید اینو اصلاح کنیم. حالا فکر کنم باید من ذخیرهش بکنم. بیاین یه اسمی براش بذاریم، مثلا اسمشو میذارم گوش بزنگ. ذخیره میشه. حالا که ذخیره شد دکمه ستینگ میاد. اینجا تو قسمت ستینگ که برید تایم زون داره، اینو مثلا من میذارمش تهران، آسیا تهران. سیو میزنم. الان تایم زونمون در واقع بر اساس آسیا هستش. خب من میخوام هر ان دقیقه چه اتفاقی بیفته؟ بره قیمت بیت کوین رو چک بکنه. خب قیمت بیت کوین رو از کجا باید پیدا بکنه؟ باید بره از یه صرافی بگیره دیگه. خب مثلا یه صرافی که تو ایران ما داریم و معروف هست، صرافی والکسه. من وارد سایت والکس میشم، کنترل اف رو میزنم API. خب اینجا مستندات API رو باز میکنم. مستندات API یه قسمتی داره که ما بتونیم لیست قیمت ارزها رو بگیریم. بازارها رو میزنم. گفته با درخواست زیر میتوانید لیستی از بازارها و وضعیت آنها رو دریافت بکنید که این شامل قیمت در واقع اون بازارها هم میشه. مثلا برای بیت کوین تتر اینجا مثال زده، گفته مثلا قیمت بید و اسکش چیه، آخرین معاملش رو هم اینجا داره، لاست پرایس. گفته به این باید درخواست بزنید. اگه من اینو باز بکنم تو مرورگر، چون نوشته get، میتونم با مرورگر بازش بکنم. حالا یه دیتایی به من میده، خیلی ظاهر جالبی نداره. این دیتای جیسانه. اگه من کل این صفحه رو کپی بکنم و وارد یه سایتی بشم به اسم جیسان فرمتر، جیسان بیوتیفایر، حالا لینک این موارد رو من براتون میفرستم تو دسکریپشن. این چیزی که کپی کردم و اینجا پیست بکنم، میک پرتی رو بزنم، یعنی خوشگلش کن، اینجا داره برای من به صورت گرافیکی نشون میده. البته اینجا تو مرورگر کروم اگر این رو هم بزنید اینجا براتون به این صورت نشون میده. مثلا من تایپ کنم BTC USDT، این کلید بیت کوین تتر رو داره که اینجا شما میتونید قیمت لاست پرایس رو از داخلش در بیارید. خب
من اینو میخوایم گفته یه درخواست بفرستیم به این URL. خب من درخواست رو چطوری بفرستم؟ ریکوست میخوام بفرستم دیگه. به این درخواست میگن HTTP request. HTTP همون چیزیه که در واقع اینجا نمی نوشته HTTP، یعنی درخواست بفرست به اون URL. چه URLی؟ این URLی که اینجا در واقع ما داریم. درخواست با چه متدی باشه؟ با متد get باید باشه. خودش هم اینجا گفته دیگه با get بفرستید. خب همین، فعلا همین رو بریم ببینیم چی میشه. تست رو میزنم، این درخواست رو فرستاد، خروجی رو گرفت. بازش بکنید، دقیقاً همون چیزیه که اینجا هم دارید. ببینید اینو بیارید بالا. اولین ارزی که توی لیست ریزالت سیمبلز هست ارز مثلا پپه نسبت به تومنه، سیمبل پپه تومن. اینجا دقیقاً همون رو برای من آورده که حالا اینجا میتونید مثلا بازش بکنید یا مثلا الان اینو بزنم ببندمش. خروجیمون یه ریزالتی داره، توش یه سیمبل، لیستی از سیمبل ها، 164 تا ارز مختلف و یه مسیجی هم داره که عملیات با موفقیت انجام شد. خب کار بعدی که باید بکنیم چیه؟ کار بعدی که باید بکنیم اینه که باید بتونیم بیت کوین رو از دل این موارد بیاریم بیرون. اولین چیزی که من میزنم دیتا ترانسفورمیشن رو میزنم، یعنی کار کردن با دیتا. اینجا گفته مثلا دیتا رو منیپیولیت کنی، یه تغییراتی روش بدی، فیلتر بکنی، تبدیل بکنی. و میام ادیت فیلد رو میزنم، یعنی من یه سری فیلدهای خاصی رو میخوام، همه یه فیلدها رو که نمیخوام. ببینید الان تو خروجی این ریکوست یه ریزالتی به من داده، توش یه سیمبله. من با این سیمبولا سر و کار دارم دیگه، مثلا با این مسیج و استاتوس که سر و کار ندارم. خب رو ادیت فیلد میزنم، اینجا باید مشخص کنم چه فیلدی رو میخوام. میگم من آقا این سیمبلزی که گرفتم تو درخواست قبلی رو میخوام. این خودش میاد کدش رو میزنه دیگه، میاد میگه که تو یه جیسانی گرفتی. ببینید به این ما میگیم جیسان. این متنی که اینجا هست یک رشته جیسانه به اصطلاح. این سایت هم جیسان فرمتره، یعنی یه رشته جیسان رو بهش میدی، میاد برات زیباش میکنه، فرمت بهش میده. میگه تو دل جیسانی که در واقع اومده از این HTTP ریکوست، بیا ریزالتو بگیر، سیمبلزشو بگیر، یعنی همین ریزالتو بگیر، سیمبلزش هم بگیر و بریزش داخل یه متغیر، مثلا داخل یه متغیری به اسم لیست. اختیاریه دیگه، یه اسمی براش میذارم. یه بار دیگه اینو میزنم ببینیم چه اتفاقی میفته. این چون اینو میزنم دیگه این ران میشه، حالا صبر نمیکنه هر یک ساعت یه بار ران بشه. درخواست رو فرستاد، ادیت فیلد اومد، رفت توی متغیری به اسم لیست که شامل 164 تا ارز مختلفه. خب من از تو دل این 164 تا ارز مختلف میخوام بیت کوین رو در بیارم. چطوری باید بیت کوین رو پیدا بکنم؟ اول باید بیام این 164 تا، این یک آیتمه، تبدیلش بکنم به 164 تا آیتم و بعد فیلترش بکنم بیت کوین رو، یعنی با یه شرطی چکش بکنم. تو همین دیتا ترانسفورمیشن یه چیزی داریم به اسم اسپلیت اوت. خودش هم اگه شکلش رو نگاه کنید مشخصه داره چی کار میکنه. میگه turn a list inside items into separate items، یعنی یک لیستی از آیتم ها رو تبدیل بکن به آیتم های مجزا. خب من اینو میزنم، لیستم رو اینجا میگیرم میندازم اینجا به همین راحتی و یه بار دیگه بزنیم این رام بشه ببینیم چه اتفاقی میفته. ببینید یه آیتم رفت توش، 164 تا آیتم از داخلش اومد بیرون. خب از دل این 164 تا آیتم من آیتمی رو میخوام که سیمبلش مثلا بیت کوین تومنه یا بیت کوین تتره یا هر ارز دلخواه دیگری. پس من میخوام یه فیلتری اینجا قرار بدم. تو دیتا منیپیولیشن این دفعه میام یه فیلتری قرار میدم، میگه remove items matching condition. آیتم هایی که یه شرطی دارن رو بیا حذفشون کن یا فقط اون آیتم ها رو برای من پیدا کن. اینجا آیتم ها رو آورده به عنوان نمونه. اولین آیتم از این 164 آیتم رو اینجا گذاشته، ولی این شرط فیلتر روی هر 164 تا آیتمی که از این اسپلیت میاد بیرون چک میشه و یه سری موارد رو نگه میداره، بقیه رو میریزه دور، دیسکارد میکنه که اینجا نوشته kept، یعنی اونایی که نگه داشتم و حالا برو باهاش یه کاری تو گردش کار انجام بده. خب چه مواردی رو میخوایم کیپ کنیم، نگه داریم؟
موردی رو میخوایم نگه داریم که سیمبلش برابر BTC USDT باشه، یعنی بیت کوین نسبت به تتر. از اون جایی که این ممکنه یک متن باشه، حالا اینجا فعلا با این کاری نداریم، میگیم که در واقع این از تو دل این جیسانی که اومده سیمبل رو در بیار و چک بکن، ببین یک استرینگی که برابر is equal to این عبارت، یعنی این میخوایم برابر با این باشه. اگر بود نگهدار، نبود بریز دور، کاری باش ندارم. یه بار دیگه بزنیم این ورک فلو رام بشه ببینیم چه اتفاقی بیفته. ببینید این میاد تو اینجا درخواست HTTP میفرسته، 164 تا آیتم میکنه، فقط یک آیتم رو به عنوان خروجی داد بیرون که اگر بازش بکنم دقیقاً بیت کوین تتره. میگه من 163 تا آیتم رو دیسکارد کردم، ریختمشون دور، یک آیتم رو کیپ کردم، نگهش داشتم. حالا این آیتمی که نگه داشتی من لست پرایسش رو کار دارم. چه کارش دارم؟ میخوام بفرستمش تو تلگرام برا خودم، ولی قبلش میخوام چک بکنم، بگم آقا مثلا قیمت بیت کوین اگر از 110,000 دلار بالاتر بود برا من نوتیف بفرست. یک شرطی میخوام بذارم، پس میگم ایف دیگه، ایف یعنی اگر. ایفو میزنم، اینجا شرط داره، اگر شرط ترو بود یعنی درست بود این اتفاق بیفته، فالس بود این اتفاق بیفته. شرط ترو چیه؟ دوباره اینجا اومده اون بیت کوینی که تو لوپ داشتم رو، این از اینجا اومده بیرون رو آورده اینجا برا من میام از تو دل استاتس یعنی دیتا لست پرایسش رو پیدا میکنم میندازم اینجا. خودش گفته از تو دل جیسانی که از مرحله قبل اومده کلید استاتس لست پرایسش رو بگیر، که خودش هم گفته اینجا، من رفتم الان گرفتم 108,000 دلار بود. بعد میگم اینجا نامبر دیگه، اگر گریتر دن مثلا 105,000 دلار بود برا من بفرست فروش کن، یعنی بیاد اینجا. اگر غیر این صورت فالس میشه. این عبارت ممکنه عدد نباشه، یعنی مثلا 105,000 دلار به صورت متن ارسال بشه. من اینجا میگم تایپش رو تبدیل بکن به عدد، بعد بیا با این چکش کن. Convert types when required، یعنی اگر لازم بود مثلا بیا اون متن رو تبدیل کن به عدد. این متن تبدیل میشه به عدد و حالا عدد رو تو میتونی با عدد مقایسه کنی، نامبرش رو مثلا بگیم بزرگتره، کمتره، مساویه و غیره. پس این تبدیل مثلا رشته به متن. اگر من تست ورک فلو رو بزنم الان باید بیاد ترو بشه، چون که قیمت بیت کوین اگه دقت کنید 108,000 دلار بود، ولی اینجا ما گفتیم شرط 105,000 دلار رو گذاشتیم، پس بعد این تروه روشن بشه. ببینیم روشن میشه، سبز میشه یا نه. چند ثانیه صبر میکنیم. بله ببین یک آیتم اومد توی این ترو. خب حالا میخوام بگم این آیتم رو اگر تروه، برو تو تلگرام یه مسیجی به من بده، send text message، یه مسیج به صورت تکست بیا برای من تو تلگرام بفرست. خب این میاد اینجا. خب تلگرام میگه اطلاعات تلگرامتو باید به من بدی. اول گفته باید کردنشال ایجاد بکنی، احراز هویت بکنی. روش میزنم، اینجا به من راهنمایی کرده، علامت سواله رو موضوع نگه دارم، گفته برو توی باتفادر که اگر روش کلیک کنید این لینک تلگرامش و یه اکسس توکن بساز. من تلگرام رو باز میکنم، این باتفادره که باید وی پی ان هم روشن کنید. استارت رو میزنم. توی این باتفادر شما باید یک بات ایجاد بکنید و با استفاده از اون بات یک اکسس توکن بگیرید و اون اکسس توکن رو بذاریدش اینجا. من میام نیو باتس رو میزنم، یعنی یک بات جدید میخوام ایجاد کنم، توضیح هم زده. میگه خب اسم بات چیه؟ اسم بات رو میذارم گوش بزنگ. میگه خب یه اسمم باید، یه آیدی هم براش باید بذاری. مثلا میگم بیت کوین N8N بات، یه اسم دیگه. میگه اوکی، البته اسمش باید یونیک باشه، قبلا نباید کسی با یه همچین اسمی آیدی ساخته باشه. میگه این توکنته، روش کلیک میکنم کپی میشه، توکن رو میذارم اینجا، چند ثانیه یه کلیک میکنم، سیو رو میزنم،
باید موفق بشه. میگه که با موفقیت ایجاد شد. بسیار عالی. اینم میگه کانکشن رو هم تست کردم، همه چیز اوکی. بعد میگه خب این بات رو من وصل کردم به n8n. حالا من به کی پیام بدم؟ چت آیدی اون شخصی که میخوای پیام بدم چیه؟ گفته با این باته میتونی در واقع آیدی تو بگیری. این get IDs. بعد حالا یه بات دیگر رو اینجا معرفی کرده. بذار بات خودش رو بریم روش کلیک بکنم ببینم این بات چیه. آره این هم یه بات دیگه است. با این بات هم میتونید. حالا من از این بات استفاده میکنم. گفته که چت آیدی شما اینه. من این چت آیدی رو کپی میکنم میذارمش اینجا. خیلی عالی. میگه خب چه متنی بفرستم، چه پیامی بفرستم؟ خیلی ساده. میگم میخوام قیمت خود بیت کوین رو برام بفرستی. قیمت بیت کوین چیه؟ از اینجا پیداش میکنم لاست پرایس، اینو ورش میدارم میندازمش اینجا. خودش میگه از تو دل جیسون استات لاست پرایس رو بیار بذار اینجا. اگه دقت کنید این کلی اعشار داره. من اعشارش رو دیگه نمیخوام. اینجا دیگه لازمه مثلا من یه کد خیلی ساده بزنم. کد چی بزنم؟ کد جاوا اسکریپتی بزنم. تو جاوا اسکریپت شما اگه بزنی math.round تو پرانتز اون چیزی که میخوای، این میاد اینو گردش میکنه. math یعنی از اون حالا کتابخونه ریاضیش mathematical utility method. round رو میخوام. round یعنی گرد کردن. این گردش کرد دیگه اعشارش رو حذف کرد. به همین راحتی. الان من تست ورک فلو رو بزنم انتظار دارم که یک نوتیف تو تلگرام برام بیاد. نوتیف کجا باید بیاد؟ به این باتی که ساختم. این بات هم بوده دیگه. اینو میزنم. این بات گوش بزنگ. استارت رو میزنم. چون هنوز استارت رو برای اولین بار نزدم این خطا میده. میگه من نمیتونم به این شخص پیام بدم. یه بار دیگه تست کنیم. الان که استارت رو زدم ببینیم این کار میکنه یا نه. چند ثانیه صبر بکنید. بله گوش بزنگ. یه نوتیف برام اومد که قیمت بیت کوین چقدره؟ 108,496 دلار. زیرش هم یک حالا تبلیغ خود انیتر رو گذاشته. میتونید حذفش کنید. چطوری حذفش میکنید؟ روی این میزنید، میایید رو قسمت add field append n8n attribution و اینو نان میذار. اینو خاموشش میکنید. بعد اینو سیو میکنیم. یه بار دیگه اینو من استارت رو بزنم دیگه اینو نباید برا من بنویسه. بله فقط قیمت بیت کوین رو اینجا برا من تو تلگرام ارسال کرد. پس ما اینجا با فیچرهای مختلف این مسئله آشنا شدیم. این اسکیجول تریگر هم این نکته‌ای بگم. ما گفتیم هر 1 ساعت خودش بیاد فعال بشه و برا من بیاد قیمت بیت کوین رو بفرسته. الان برای اینکه این فعال بشه باید این تیک اکتیو رو بزنید. اینو اگر اکتیوش بکنید الان اکتیو شد دیگه. من میام تو اوورویو، این گوش بزنگ اکتیوه دیگه. هر 1 ساعت یه بار خودش تو تلگرام برای شما قیمت بیت کوین رو خواهد فرستاد، مگر اینکه شما بیاید این رو اینجا خاموشش بکنید که دیگه نیاد هی برای شما نوتیف بفرسته. آره اینم یه خطای لحظه‌ای داد. واردش هم که اگر بشید سوابق اکزیکیوشن ها یا اتفاقاتی که اینجا افتاده رو میتونید از اینجا ببینید که مثلا آخرین بار کی این بات ران شده. حالا فکر میکنم چون فیلتر شکن وصله یه مقداری کند ران میشه. آخرین بار 13:31 دقیقه که همین ساعت اینجاست. این ران شده این ورک فلو. یه بارم ارور داد اون موقع، یعنی حتی لاگ ارور هایی که اون موقع داده رو از اینجا میتونید ببینید. و جالب این که اگر یک بار این ارور بده یه دکمه اینجا داره به اسم ریترای. من اینو میزنم و میگم که با ورک فلوی که در حال حاضر دارم یه بار دیگه اینو ریترای کن. یه بار دیگه میاد همینو ریترای میکنه. آیدی 65 دیگه میگه این آیدی 65 رو ریترای کردم، موفق شد. الان تو اینجا در واقع حالا اگه وی پی ان رو وصل کنید احتمالاً یه نوتیف دیگه از این قیمت بیت کوین براتون ارسال میشه. اگر سوالی داشتید در قسمت کامنت ها میتونید سوالتون رو بپرسید. ممنون میشم که این ویدیو رو لایک بکنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید.
تا با ویدیوهای بعدی در خدمتتون باشیم. ممنونم از شما. خدا نگهدارتون.